چرا با آقای یاش حرف نزدی؟ چی باید میگفتم مادر؟ وقتی اون برگای طلاقو برای من فرستاده، یعنی دیگه اون نمیخواد به این رابطه ادامه بده. اون میاد. مامانم گفته تو یه دروغگویی، درست مثل مامانه. مامان باشه گفت که همه شما دروغگویین. میخوام باهاتون حرف بزنم. متاسفم خانم آرتی، اون پسر شماست. هرچی که بهش میگید یا نمیگید به خودتون مربوطه. من نباید دخالت کنم، اما باید یه چیزی رو حتما بهتون بگم. به بچه‌تون دروغ نگید. وقتی هم داشت اینجا رو ترک میکرد خیلی فیلم بازی میکرد. همش میگفت من اشتباه کردم، یه فرصت دیگه بهم بدین، من میخوام اشتباهاتم رو جبران کنم. قسمت 38 سریال ازدواج مجدد، امشب ساعت 9 در شبکه جم بالیوود.